بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان، عزیزان، مهربانان و دوستداران رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت گران قدرش. در برنامه گذشته درباره مادر خدیجه و زندگی مشترکشون با سردار عالمیان رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت کردیم و گفتیم که بعد از ازدواج در اون فضای پرمهر و سرشار از احترام متقابل و درک دو جانبه و محبت و عشق و صفا و صمیمیت، الله تعالی این دو زوج گرانقدر رو آزمایشایی کرد و 2 پسر به اونها داد، قاسم و عبدالله. اینا فوت کردن و تجربه های تلخی بود برای مادرمان خدیجه. در کنار 4 دختر الله تعالی نصیب کرد برای مادرمان و سردارمان رسول صلی الله علیه و سلم، زینب و رقیه و ام کلثوم و فاطمه رضی الله عنهن اجمعین. خدیجه در این فضا رضی الله عنها هم مادری میکنه برای این 4 فرزند نازنینش و همین که یک همسر بسیار وارسته است برای شوهرش و خب احساس و رابطه خدیجه با دخترانش هم با این دختران بزرگوارش طبیعتاً یک احساس بسیار پخته است. بسیار دوست داره اونها رو، بسیار ارزش قائل براشون، بسیار اهمیت قائل میشه براشون و چون که اینها براش خیلی مهمن، اینها یادگار محمد نازنینشن. خدیجه الان حدوداً بعد از تولد فاطمه رضی الله عنها 50 سال سن داره و محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم هم 35 سال سن دارن. اما در این فضا تنها این عزیزان نبودن که زندگی میکردن در خانه خدیجه رضی الله عنها. کسای دیگه هم بودن که خدیجه نقش مادری داشت برای اونها. من جمله اگر به خاطر داشته باشید گفتیم در قسمت‌های گذشته که خدیجه خب از شوهرهای قبلی خودش هم 3 فرزند داشت. 2 نفر به اسم هند که یک پسر یک دختر بود و یکی هم به اسم هاله پسر بزرگترش از شوهر اول. هاله که رفته بود ازدواج کرده بود و همچنین هند دختر هم ازدواج کرده بود. فقط هند پسر، هندی که اسمش پسر بود، هند پسری که اسمش هند بود مونده بود در خانه خدیجه بود. هند به همراه مادرش زندگی میکرد. از همون روزی که محمد ابن عبدالله علیه السلام پا گذاشت در خانه خدیجه، هند هم در خانه خدیجه بود. هند پسر خدیجه. و درباره هند میدونیم که ذکر کردم این رو قبلا هم، هند پسر خدیجه و برادر رضایی، برادر ناتنی زینب، رقیه، ام کلثوم و فاطمه. برادر حضرت فاطمه است، برادر حضرت زینب، برادر حضرت ام کلثوم، برادر حضرت رقیه از هند، چون مادرشون یکیه، از مادر مشترک خدیجه، از پدر متفاوتن ولی مادرشون یکی. هند در همین فضا زندگی میکنه با خواهرای دیگه خودش، برادری که با خواهرش داره زندگی میکنه. و هند بعدها در خانه پیامبر زندگی کرد، بعدها ازدواج کرد. بعد از جمله کسانی بود که همیشه یاری میکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم رو و جز اصحاب بود. و بعد از اون هم در دوران خلافت حضرت علی رضی الله عنهم در جنگ با مخالفین حضرت علی به شهادت رسید، همراه حضرت علی بود در لشکر حضرت علی. و هند توصیف بسیار زائد الوصفی از رسول الله صلی الله علیه و سلم هم داره که در روایت ها ذکر میشه و
توصیفش توصیف بسیار قابل تأملیه و بسیار زیباست. هند یکی از کسانی بود که در این خونه به همراه خواهرانش زندگی میکرد. هند بزرگتر از بقیه بود و در زمان ازدواج مادر با رسول صلی الله علیه و سلم نشون حدوداً باید 10-12 سال سن داشته باشه. علاوه بر هند که در این فضا زندگی میکرد، پیامبر علیه السلام درسته که از خونه ابوطالب اومده بود به خونه خدیجه و در این ناز و نعمتی که خدیجه فراهم کرده بود در این فضا زندگی میکرد، اما فراموش نکرده بود که عمری رو در خونه ابوطالب زندگی کرده و پیامبر کسی نبود که به این راحتی فراموش بکنه. اون جوان با معرفت مکه، اون جوان مرد، محبتایی رو که دیگران بهش کرده بودن هرگز فراموش نکرده بود. ابوطالب پسرانی داشت، فرزندانی داشت، وضعیت اقتصادیش خوب نبود و قحط سالی اومده بود در مکه. حدوداً 5 سال بعد از ازدواج خدیجه و پیامبر، ابوطالب پسر بزرگوارش، اون جوونی که الله تعالی اینو انتخاب کرده بود که اینم تو این جمع عزیز دوست داشتنی بین این نازنین هایی که در خونه خدیجه زندگی میکنن، از خود پیغمبر گرفته تا دختران بزرگوارش تا هند و بقیه، این هم اضافه بشه و قرار بود بعداً جزئی از این خانواده باشه و در همین خونه تربیت بشه، مثل بقیه بزرگ بشه و زیر دست پیامبر بزرگ بشه. در 5 سال بعد از ازدواج خدیجه رضی الله عنها و رسول صلی الله علیه و سلم، علی به دنیا آمد. علی ابن ابی طالب، پسر عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیغمبر علیه السلام حدوداً 30 سال سنشون هست که علی به دنیا میاد و خونه ابوطالب وضعیت معیشتی و اقتصادشون خوب نبود. ابوطالب و محمد صلی الله علیه و سلم رفت پیش عموی خودش عباس، گفت عمو جان تو می‌بینی که به هر حال عموم ابوطالب برادرت وضعیت اقتصادش خوب نیست، نظر چیه که ما بریم خونهش کمکش کنیم، یعنی در امرار معاش، در رسیدگی به فرزندانش، حداقل یک نفری رو من برمی‌دارم میارم خونم، یک نفری هم تو بردار از فرزندا ببر خونت، حداقل اینجوری کمتر میشه بار مشکلات خونش. گفت باشه. رفتن خونه ابوطالب. محمد صلی الله علیه و سلم نشست، صحبت کردن. ابوطالب گفت عقیل رو، برادر بزرگتر از علی، اینو پیش من بگذاری، هر کی که میخواد بردارید با خودتون ببرید. عباس جعفر رو برداشت و محمد صلی الله علیه و سلم هم علی رو برداشت. هر کی بردن اینها رو بردن خونه خودش. جعفر ابن ابی طالب مشهور، داستانش حتما میشناسید، میدونید که جعفر کیست؟ همونی که در حبشه بود، در فتح خیبر برگشت. پیغمبر از بس دوست داشت جعفر رو، فرمود که من نمیدونم امروز از فتح خیبر خوشحال باشم یا از برگشتن توی جعفر، و بعدها در غزوه موته به شهادت رسید. و علی رضی الله عنه اومد. حضرت علی گویی که پسر رسول صلی الله علیه و سلم، اینو تصور کنید، حالا اینو داشته باشیم، یک نکته بسیار ظریفی هست که در خونه‌ای که قاسم از دنیا رفت، خدیجه رضی الله عنها، چند سال بعدش خب زینب اومده و حدوداً الان رقیه هم هست و شاید ام کلثوم هم بوده باشه اون موقع که علی به دنیا اومده. و در این شرایط حضرت علی رو پیغمبر میاره، هم خردسالی رو در خونه خودش، مثل پسر خودش اینو دوست داره، مثل پسر خودش این رو بزرگ میکنه. خدیجه علی رو مثل پسر خودش میدونه، مثل پسر خودش رو بزرگ میکنه. جایگاه علی نزد خدیجه از هند پسر خودش که از شوهر اولش بود کمتر نیست. چرا؟ خدیجه دوست داره هر چیزی رو که محمد نازنینش دوست داره. خدیجه دوست داره که در این زندگی کاری بکنه که شوهر نازنینش دوست داره، آرامش داشته باشه. شوهر نازنینش دوست داره علی بیاد، بر روی 2 چشم علی بیاد، مثل پسر خودش نوازش میده علی رو. خدیجه بزرگش میکنه و علی در کنار دختران خدیجه، زینب، رقیه، ام کلثوم و فاطمه
رضی الله عنهم اجمعین بزرگ میشه در جمع اینها. حضرت علی 5 سال بزرگتر از حضرت فاطمه است. از حضرت فاطمه 5 سال بزرگتره. و حضرت علی از همون ابتدای تولد اون بانوی بزرگوار، بانوی بانوان عالم فاطمه رضی الله عنها همراهش بود، در یک فضا زندگی میکردن و بعدها هم الله تعالی انتخاب کرده بود علی رضی الله عنه رو برای ازدواج با دختری که از همه شبیه تر بود به پدرش فاطمه رضی الله عنها. در این خونه حضرت خدیجه نقش مادری علی رو هم داشت. و علی رضی الله عنه هم در همین فضا بزرگ شد. علی و هند پسر خدیجه که بزرگتر از علی بود، بودن شاید 14-15 سال از ایشون بزرگتر بوده باشه، انقدر با هم انس گرفته بودن در این فضا که بعدها گفتم که هند در لشکر حضرت علی در دوران خلافت حضرت علی در دفاع از حضرت علی به شهادت رسید. و بعدها امام حسن همیشه از دایش هند یاد میکرد، امام حسین پیشش میرفتن ازش یاد میکردن. و اون روایت هم که از رسول صلی الله علیه و سلم ذکر میشه درباره از زبان هند، راویش امام حسن هست. حالا قیل و قالی درباره سند روایتش، اون به جای خود محفوظ. علاوه بر این دو نازنین هند و علی رضی الله عنهما، یک نفر دیگه هم زندگی میکرد. یک شخص دیگه هم بود. یک کسی بود که در قرآن اسمش ذکر شد. یک کسی بود که نزد الله تعالی خیلی عزیز بود، نزد پیامبرش هم خیلی عزیز بود، نزد خدیجه هم خیلی عزیز بود. این انسان کی بود؟ یک روزی خدیجه رفت خونه حکیم ابن هزام. اگه یادتون باشه گفتیم خدیجه برادر داشت به اسم هزام. حکیم ابن هزام پسر برادرش، خونه برادرزاده خودش رفت. حکیم ابن هزام برادرزاده حضرت خدیجه که حضرت خدیجه میشد عمش. حکیم ابن هزام بعدها در فتح مکه ایمان آورد، مسلمان شد. قبل از جریان پیامبری رسول صلی الله علیه و سلم، یک روزی در همون ابتدای ازدواج، ام المؤمنین خدیجه رفت خونه برادرزادش. حکیم ابن هزام مسئول دارالندوه بود، دارالندوه دستش بود، همون گفتیم که پارلمان قریش که قوم خدیجه به هر حال مسئولیتش رو به عهده داشتن، کاخ ریاست جمهوری، رئیسش حکیم بود، وضعش خوب بود. حکیم 2 غلام گرفته بود، رفته بود تو بازار. اون موقع غلام بود، برده بود، میرفتن میخریدن. بود واقعیتی که بود. به عمش گفت که عمه جان یکی از این 2 رو انتخاب کن. خدیجه رضی الله عنها نگاه کرد، یک نوجوانی رنج دیده، غم دیده، اینو برداشت. این نوجوان به همراه مادرش حرکت کرده بود یک جایی بره سفر. دزدای راهزنای حمله کرده بودن، اینا رو گرفتن، اینا رو کردن غلام، اینا رو فروختن، ظالمانه اینا رو فروختن. حالا این نوجوان در 12 سالش خریده شده، اومده دست حکیم هم آورده، حالا با عمش میگیره انتخاب کن. عمه اومد اینو انتخاب کرد، یکیشون رو انتخاب کرد. انگار که از این چشمان این نوجوان اون مظلومیت، اون ناراحتی و غم رو خونده. این آورد خونه و به شوهر نازنینش، به محمد نازنینش گفت که این مال خودت. غلام رو چون میفروختن دیگه، غلام یعنی خدمتکارش بود، این خدمتکارت، اختیارش دستت، هر کاری دوست داری آزادش میکنی، میفروشیش به کسی دیگه. زید ابن حارثه غلام محمد صلی الله علیه و سلم شد. الله تعالی این انسانو، کار الله تعالی به حکمت نیست، اسیر شد. اوایل اسیر شدن برای زید جالب نبود، خیلی دردآور بود، ولی وقتی کار خداوند الله تعالی که می‌خواست یک انسانی رو می‌خواد به یک مسیری ببره، سختی‌های سر راهش میاره و اصلا تکرار بشه. با هو خیر لکم، خیر چیزا شما دوست ندارید به نفع شماست. اسارت برای زید ارزش‌ها بود دنبال داشت. اومد پیش کی اومده؟ حالا خوش بال اسیر محمد علیه السلام، خوش بال اون کسی که اسیر خونه محمد باشد، غلام نوکر حلقه به گوش رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. این خوش نصیب زید
همینجا در خونه خدیجه به هر حال داره زندگی میکنه. یک نوجوانی در کنار هند و در کنار علی، از علی بزرگتره، همسن و سال هنده. و یک روزی خبر رسید، به هر حال خبر شدن که خانواده زید که دور بریاش فک و فامیلاش دنبالش میگشتن، اومدن در مکه دیدنش تو مراسمی که میومدن برای زیارت کعبه، همون آداب و رسومی که داشتن، رفتن به خانواده‌اش گفتن و بعد پدرش، عموش اومدن دنبال زید، اومدن که زید رو ببرن. اومدن دید عموی رو دید، بابا رو دید، خوشحال شد. گفتن بیا بریم. گفت نمیام. گفتن بیا بریم. گفت نه، من از این آدم هرگز جدا نمیشم. چی کار کرده بود با این آدم محمد نازنین که شیفته و شیدای محمد صلی الله علیه و سلم شد؟ پدرش بهش گفت تو اسارت و بردگی نزد یک نفر رو بیشتر از این میپذیری که آزاد باشی پیش پدرت و عموت و خانواده زندگی کنی؟ حاضر اسیر و غلام محمد باشه اما آزاده پدر و مادرش نباشه، آزاده خاندانش نباشه. چی کار کرده با اینا؟ حالا شما تصور کنید این کار، این یه غلامه، هیچ نسبتی نداشت با رسول الله صلی الله علیه و سلم. حالا برخورد رسول الله با دخترانش چطوره که پاره تنشن؟ برخورد رسول الله با علی که مثل برادرش میمونه پاره تنش چطوره؟ برخورد رسول الله با هند پسر خدیجه چطوره؟ برخورد رسول الله با خود همسرش چطوره؟ با بقیه همسراش چطور بوده؟ و چه محبتی بین اینها بود؟ زید گفت من نمیرم. گفت حاضرم، من از این انسان انقدر خوبی ها دیدم که هرگز نمیرم از پیشش. پیغمبر گفت اختیار داره، اگه میخواد بره باش، ما بره، من کاری ندارم. گفت یا محمد من هرگز تو رو ترک نمیکنم، بر تو هیچ کسی رو ترجیح نمیدم، حتی پدرم و عموم. گفتن تو راضی اینطوری؟ گفت اینجوری راضیم. اونم گفتن خب وقتی که تو راضی هستی ما راضیم. رفتن. محمد صلی الله علیه و سلم خوشحال شده از این که چند سال باهاش زندگی کرده و به هر حال انس گرفته باش. بلند شد رفت روی یک صخره، گفت ای اهل قریش خبر داشته باشید که از این بعد زید پسر منه، زید ابن محمد از من ارث میبره و من از اون ارث میبرم. اون موقع پسرخوندگی بود و این رسم بود قبل از اسلام. شد پسر محمد صلی الله علیه و سلم. خدیجه اینو شنیده، خبر داره که این اتفاق افتاد، خودش آورده بود زیدو. حالا پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم قبل از نبوتش بعد آیه نازل شد، حالا میرسیم بهش، زید رو پسر خودش انتخاب کرد. مگه خدیجه فراموش کرده که محمد صلی الله علیه و سلم شوهر نازنینش این کارو کرده؟ خدیجه هم زید رو به عنوان پسرش قبول کرد. زید الان پسر محمد صلی الله علیه و سلم و پسر خدیجه است. بعدها آیه نازل شد در زمان رسالت، ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. در آیه 5 سوره مبارکه احزاب الله تعالی امر کرد که شما هر کسی رو به اسم پدرش صدا کنید و پسرخواندگی رو در این آیه الله تعالی منع کرد به این شکل که ارث ببره پدر از پسر خوانده و پسر خوانده از پدر خوانده. و از اون به بعد اسمش شد زید بن حارثه. دیگه نمیگفتن زید بن محمد، بهش میگفتن زید بن حارثه. در دل زید گویی که یک احساس ناراحتی اومد، تا به حال اسمش در کنار محمد بود، علل خصوص وقتی که پیغمبر شده بود دیگه، موقع ایمان آورده به رسول الله صلی الله علیه و سلم. قبل از اون اگر میشد شاید براش آسان تر بود، چون به هر حال بزرگواری بود مثل محمد. اما بعد از اینکه رسالت شروع شد، پیغمبر زید به پیغمبر ایمان آورد، رسول الله بود دیگه، هنوز این افتخار رو دوست داشت که زید بن محمد افتخار کمی نبود. الله تعالی گفت این کارو نکنید. از اون روز بعد بهش میگفتن زید بن حارثه، انگار که دلش کمی ناراحت بود از اینکه اسمش از کنار اسم محمد صلی الله علیه و سلم برداشته شد. الله تعالی چنان دل زید رو به دست آورد که اسمش رو تو قرآن آورد گذاشت تا بهش بگه که اگه اسمت از کنار محمد برداشتم، اسمت رو در قرآن خودم گذاشتم تا جاودانه بشه تا روز قیامت. تنها صحابی که اسمش تو قرآن اومد در آیه 37 سوره مبارکه احزاب، فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها. اسم زید اومد، زید محبوب بود، اسمش تو قرآن بود. الله چقدر دوست داشت این بنده رو، اسمش رو تو قرآن آورد، به نیکی یاد کرد.
زید همیشه با پیغمبر صلی الله علیه و سلم همراه بود، در سفر طائف، در قبل از اون در مکه همیشه بود، در مدینه در جنگ ها بود، در غزوات بود. در طائف تنها یار پیغمبر زید بود، خودش رو سپر کرده بود تا به پیغمبر چیزی نزنه، سنگ ها خورد. در سال 8 در غزوه موته پیغمبر ایشون رو به عنوان فرمانده لشکر غزوه موته فرستاد و گفت بعد از اون اگر زید شهید شد جعفر باشه، همون جعفری که عباس برداشته بود آورده بود خونه خودش، اگر اون شهید شد عبدالله ابن رواحه باشه. و خلاص هر سه تا شهید شدن. پیغمبر در مدینه از طریق وحی خبردار شد، صحنه‌ها رو میدید، گزارش میداد که زید کشته شد. پیغمبر و زید با هم زندگی مشترک زیادی داشتن، یعنی با هم بزرگ شده بودن. زید و پیغمبر بزرگ کرد. تفاوت سنیشون حدوداً تفاوت سنی رسول الله صلی الله علیه و زید حدود 17-18 سال بود. وقتی که پیغمبر خبر شهادت زید رو داد، اشکای مبارکش ریخت. میگفت اللهم اغفر لزید، اللهم اغفر لزید، اللهم اغفر لزید. صحابه گفتن یا رسول الله انقدر برای زید گریه میکنی که برای هیچ کسی دیگه گریه نکرد. گفت این گریه یک دوستاره برای دوست خودش. زید خیلی محبوب بود. پیغمبر خیلی دوست داشت زید رو. تنها صحابی که اسمش تو قرآن اومد. خیلی محبوب بود. زید هم تو خونه بزرگ شد. خدیجه مادر زید هم بود به نحوی. مادری میکرد. برای زید هم مادری میکرد. و در این خونه خب 4 تا دختر بزرگوار بودن. هند هم بود، علی هم بود، زید هم بود. این فضای افراد خانه خدیجه رضی الله عنها است. اما علاوه بر افرادی که بودن در این خونه، عادت بر این بود که به هر حال مهمان نوازی داشتن، مهمان ها پذیرایی میشد و همسر وقتی شوهرش مهمونی می آورد خونهش اینطور نبود که بیاد و بیخیال باشه دیگه. مهمون می آورد. محمد ابن عبدالله جوان مرد مکه مهمون نواز بود، حمایت میکرد، از مظلومین حمایت میکرد، از مستضعفین حمایت میکرد، همراه کسانی بود که یاری و به اصطلاح یاوری نداشتن، یاری نداشتن. مهمونایی رو که می آورد تو خونه، خب کی غذا میپزه بارشون؟ خدیجه است. خدیجه چنان در خونه محمد نازنینش دوست داره که هر کاری که همسر عزیزش میخواد انجام بده. نمیخواد که یک لحظه ناراحت بشه، نمیخواد که یک لحظه پریشان بشه، نمیخواد که یک لحظه احساس کم بودن بکنه جلوی دیگران. 100 تا مهمونم بیاره پذیرایی میکنه براش، 1000 تا بیاره پذیرایی میکنه. حلیمه مراسم عروسی پسر رضاییش رسول صلی الله علیه و سلم اومد، دست خالی برنگردوند. گفت 40 تا گوسفند داد، گفت اینا با خودت ببر. زید گفت پسر منم است. علی رو برداشت آورد به پسری قبولش کرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبل از نبوتش در این خونه مهمان نوازه هست، مهمانهای خودشون میاره، از بقیه حمایت میکنه، از مستضعفین و مظلومین در مکه و خدیجه هم همراهش. خیلی مهمه، فراموش نکنید نقش خدیجه، خیلی مهم. دوران آرامشه، دوران آسایشه، آرامش قبل از طوفانه. پیغمبر میره به سمت کوهی به اسم نور، بعدها اسمشو گذاشتن نور. 5 کیلومتر از مکه بیرونه. تو این خونه، خانه خدیجه و محمد صلی الله علیه و سلم، شراب خورده نمیشه. تو اون شرایطی که در شهر مکه چنان شراب میخوردن که ما امروزه چای میخوریم. در این خونه برای هیچ بتی سجده نمیشه. در این خونه هیچ گناهی انجام نمیشه. در این خونه به کسی ظلم نمیشه. یک فضای عظیم و عجیبی از آرامش و آسایش و امنیت و یک دلی و صفا و صمیمیت و پاکیزگی و احترام. محمد ابن عبدالله علیه السلام میره یک گوشه های خلوت میکنه، میشینه با خودش فکر میکنه. دوست نداره این بتایی که دور کعبه هست و اینها رو نمیپذیره، سجده نمیکنه براشون، نذر و نذراتشون رو نمیخوره، اهل شراب نیست، اهل دروغ نیست، اهل فسق و فجور نیست، اصلا این چیزا رو دوست نداره. همسرش هم مثل خودش. الله تعالی این دوتا رو برای هم آفریده. الله تعالی خدیجه رو خلق کرده انگار برای محمد نازنین صلی الله علیه و سلم. محمد ابن عبدالله جوونیه که در مکه با همه فرق داره.
میره یه گوشه در یک کوهی 5 کیلومتر حدوداً بیرون از مکه است، یک کوهی که حدود 630 و خورده متر ارتفاع داره. میره بالا یه گوشه پیدا کرده، یه غار، اونجا میشینه، فکر میکنه، خلوت میکنه با خودش. چند روز، یک هفته، سال، یک ماه میشینه اونجا، فکر میکنه، تفکر میکنه، با آسمان ها فکر میکنه، به خدای خودش فکر میکنه. گفتم این همون آرامش قبل از طوفانه. الله میخواد که این شخص رو آماده کنه برای پذیرفتن یک مسئولیت سنگین. قبل از 25 سالگی مشکلات، سختی ها آورد تا خودش بدونه که یتیم یعنی چی، مسکین یعنی چی، مشکلات یعنی چی، فقر یعنی چی، کارگری یعنی چی، نوکری دیگران یعنی چی، تا همین رو درک کنه، تا امتش رو بفهم. بعدی فضای آرومی براش میاره تا قشنگ بسازه اون رو. پسرش از دنیا میره تا بدونه که وقتی کسی از دست داد فرزندش چی میکشه. حس پدری، حس شوهری، این رو بگیر دست، این رو بگیر دست، اون رو بگیر. تو این دورانی که میره در غار، محمد صلی الله علیه و سلم، خدیجه چیکار میکنه؟ 4 تا دختر داره. زید هم هست، هند هم هست، علی هم هست. بلند میشه، خودش غذا برمیداره، با خودش 4 کیلومتر 5 کیلومتر راه حرکت میکنه، میره کوهی رو به ارتفاع 600 خورده متر بلند میشه، میره بالا. کوه نور که غار حرا اونجاست. برای محمد نازنینش غذا میبره، براش آب میبره. باور میکنین با رفتن از غار حرا کار ما همسن ساله ما تو الان نیست. 2 ساعت طول میکشه اصلا کوه بره بالا. این مسیر رو همه رو پیاده میره، از این کوه میره بالا، هر چند روز یه بارم این کارو میکنه. فقط به خاطر چی؟ فقط به خاطر این که محمدش دوست داره این کارو. نمیخواد محمد نازنینش ناراحت باشه. میدونه که محمدش، نازنینش، اون همسر عزیزش این کارو دوست داره. اینم میگه منم دوست دارم. تو آرومی، تو راحتی باشه. هیچ وقت نگفت خب تو اینها بلند میشی میره اونجا، منو با این 4 تا دختر میگذاری، با این بچه‌ها میگذاری، میری 2 روز 3 روز یک هفته نمیای، بعضی وقتا 20 روز اونجا، یک ماه اونجایی نمیای، من این همه راه رو بیام از این کو برم بالا، چی کار میکنی؟ دنبال چی میگردی؟ یه جن سراغت بیاد دیوونه بشی؟ چی کار میکنی؟ ور کردی کعبه میره اونجا؟ نه. وقتی میگم الله تعالی یه معجزه‌ای خلق کرده در کنار یه معجزه دیگه تا معجزه ها خلق کنن، اینه. این انسان نازنین، این بانوی عظیم نداریم مثل این تو تاریخ. و والله نداریم مثل خدیجه در تاریخ. الله تعالی اینو انتخاب کرده برای رسولش صلی الله علیه و سلم. میره غذا میبره تا محمد نازنینش آروم باشه، آسان باشه. من میره میاد، تو راحتی؟ من راحت. خونه بچه‌ها خیال جمع، من هستم، زیدم هست کمک میکنه، هندم هست، بچه‌ها دخترها خانوشون راحت، سر حالن، هر وقت میره دلداریش میده، بچه‌ها سر حالن، دخترها سر حالن. فاطمه خانم دلش تنگ شده برات، سلام میرسون برات. زینب برات سلام میرسون. رقیه، ام کلثوم، علی، زید. قشنگ خیالت راحت باشه، همه چی آرومه، فضا رحم، تو راحت، مثل راحتت بپرداز، به فکرت مشغول باش. تو اینجا آرومی. چی بیارم برات عزیزم؟ دفعه بعد چی برات بیارم؟ چی دوست داری بخوری؟ چی کم داری برات بیارم؟ خدیجه محبتش به محمد نازنینش کمتر از محبت خانمای امروزی به شوهرشون نبود. دنیای از احساس، آسمونی از عاطفه است، اقیانوسی از رحمت. چنان رسول الله صلی الله علیه و سلم کی دوست نداشتشون؟ خدیجه که باید زندگی کرد، پدر فرزندانش بود، 25 سال زندگی مشترک داشتن. 15 سالش گذشته و رسول الله صلی الله علیه و سلم در غار حراست. یک اتفاق عجیب، مسیر زندگی آرام خدیجه و محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم و بلکه مسیر کل کره زمین رو تغییر میده. یک اتفاق دیگه این آرامش 15 ساله رو از بین میبره. دیگه ورق شکل دیگه ای پیدا میکنه. الان دیگه اون وقتیه که باید یک آزمایش عظیم شروع بشه. وقت برنامه به پایان رسید.
تا اینجا اونچه که گفته شد زندگی این دو نازنین قبل از شروع نزول قرآن و رسالت رسول صلی الله علیه و سلم. آسایش، آرامش، اعتماد، احترام مکه به اینها به مکه، همه با هم. بعد از این چه شد؟ مادرمان چه کرد؟ خدیجه چطور تحمل کرد سختی ها رو؟ باشه در برنامه های بعد. تا برنامه بعد همیشه مجزمان الله تعالی میسپارم. الله یارو نگهدارش.